250 300 بطاب یزدان داخلی 150 فکر. سلام دوستان، وقتتون بخیر. به کانال سفر و ماجراجویی خوش آمدید. خب امروز اومدیم شهرستان آمل، یکی از نقاط مرکزی استان مازندران در شمال ایران و میخوایم بریم به یه جای خیلی خوب، سوغات‌سرا و صنایع دستی استان‌های دیگه، اما بیشتر برای مازندران، اما چیزهای بسیار جالبی داره. اینجا سمت چپ دقیقاً میدان 17 شهریور آمل که رو می‌بینید اینجاست، بسیار جالبه. بریم داخل، از راست بریم کارها. خب اینجا دارن نون می‌پزن. ممنونم. بریم از بغلم نگاه کنیم. نونای سنتی دارن. اینجا صندلیه، افرادی که میخوان بشینن، یعنی داغ ها بلافاصله آش هم دارن. این درخت مشاهده میکنید آشه. خانم محلی داره نون میپزه. بریم جلوتر. اینجا هم یه سری صنایع دستی دارن. بله، چیزایی مثل حصیر بافت بسیار زیباست. اینجا قیمتاش هم بسیار مناسبه. اینم از دستبندان خانم هم که میبینید و سنگ های طبیعی. اینجا سرپوشیده است، زمانی که بارونی هم هست و خیلی جالبه. اینجا هم یه چیزای لیوان های ماگ و چرم طبیعی دستدول. این کیفایی که میبینید همه چرم طبیعیه. کمربندام که مشاهده کردید. اینجا هم آخ 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 لواشک، سوغات‌سرا ایران زمین، انواع کشک و چاشنی غذا و بیشتر که مشاهده میکنه لواشک خیلی هم جالبه، از همه نوع داره دیگه. اینجا هم که بریم اون سمت زیتون و ترشیجات دیگه داره. این سمت هم که کشک، انواع کشک داره. این خانوم هم که مشاهده میکنید به صورت کلی و جزئی کشک میده. اینجا رو نگاه کنید، انواع اقسام پفک، چیپس، همه چی داره. میتونید کیلویی خریداری کنید. این چیپس های به نظر که خیلی خوشمزه میاد. پفک های دایره‌ای، پفک هندی. بریم سمت چپ. اینم از هندوانه یلدایی، وستا چوب، چیزای چوبی اینجا داره. سنگای نمک هم خیلی زیباست، کارهای چوب داره. بله، این سمت که پر آجیل و پسته و گردو. چقدر خوبم تزیین کرده، خیلی زحمت کشیده به نظرم. پسته های خوب روش هم سلفون کشیده که خراب نشه. بریم بازار. امروز کلا نشون میدم، اگه چیزی دوست داشتید میتونید بیاین، یعنی هر جای مازندران باشید 1-2 ساعته تقریبا میرسید دیگه. اینجا لوازم تحریر داره، نمایشگاه کتابه با تخفیف ویژه. کتاب های زیادی داره. خانوم هم که فروشندشه. بریم غرفه بعدی. به به به، همه چی از چوب، ملاحه های چوبی و کلی لوازم آشپزی چوبی داره اینجا. این هم گلدان های چوبی. بریم این سم شطرنج، عود. اینا چقدر زیبان، اینا چقدر زیبان. مشتری هم اومده،
خیلی زیباست. چه طرحی داره انصافا. 750 بزرگش 800. خمیدگیاش با حرارت اینه ببینید از اینجا فوق‌العاده‌اند. خیلی خوشم اومد. بریم غرفه بعدی. این غرفه هم بندتون رو هست و چیزای فانتزی داره. اینجا شال و روسری. کلا شهرستان آمل. این قسمت حالا ما کم کم بریم. این قسمت بعد از میدان 17 شهریور میدان اصلی شهرشونه. این از هزار سنگر تقریبا 10 دقیقه تا خیلی ترافیک باشه یه راه تا اینجا میتونید از میدان هزار سنگر که اومدید سه راه رو رد میکنید. میاد یه پلی که پلو الان بستن، یه چراغ قرمز رو برگردون و میان داخل بازار رو میدان 17 شهریور دور میزنید. اون بغل هم پارکینگ داره، جای پارک هم داره. دقیقاً بعد از همین نمایشگاه یه پارکینگ بزرگ داره. اینجا صنایع دستی هم مشاهده میکنید. خیلی زیبا. شهرستان آمل آدمای خیلی چطور بگم به شما، آدمای خیلی خوبی داره. ما میگیم آدمای لارج و اوکی. این کفشای کار دست هم میبینید احتمالاً چرم باید باشه. اون روبروی همین غرفه هم یه بازار داره به نام بازار عراقی. یعنی قیمتاش به نسبت بازارهای دیگه واقعا ارزان تره. از میوه بگی هر چی که میخوای اینجا هست. یعنی هر چیزی که بخوای، پوشاک، میوه، هر چیزی که فکرش کنی اینجا هست با قیمت انگار که رفتی به عمده بخری. قیمتاش به این صورته. اینجا هم صنایع دستی رو که میبینید. این خانوم هم میگه یهویی اومدی فیلم گرفتی، ما از بالا بگیریم. چی بگیم؟ سرشو گذاشته پایین میخنده. میخوای دوباره بگیرم؟ بی خیال ما رفتیم. بعد داشتم میگفتم روبروش بازار عراقی داره، بازار بسیار ارزانیه. از اونم حتما میرم کلیپ تهیه میکنم، تو کلیپ های بعدی براتون میذارم. دوستان عزیز اینجا هم چیزای خوبی داره. یه نکته رو بگم که جهت حمایت از ما لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ما رو به دوستانتون معرفی کنید. گفتم سعی دارم کل استان مازندران و بازارهاشو، جای دیدنیشو بهتون معرفی کنم. به عسل با موم. اینجا هم عسل های متفاوتی داره با موم. بریم جلوتر ببینیم چیه. نون های دستی. این ارده طالبی، به توت فرنگی، ارده بیسکویتی، این شکلات، کرم ارده و ارده هم کرم ارده ساده، بیسکویتی، حلوا ارده و ارده موزی. خب اینا هم شیره توت، خرما. اصلا فکر نکنم حساب بخواد بکنه اونا رو. اینجا هم صندوق دستی. چیز دخترانه زیبا. من از نزدیکتر بگیرم. این همه کار دست و زیباست. واقعا زحمت کشیدم براش. به قولم میگه خل خش بمونی. به مازندرانی میشه خیلی خوش اومدید. اونجا بالا نوشته بود. این هم سبدای من میگم حسیزی. حالا
چیزای زیبایی داره. از این سمتم خب آها اینا چقدر زیبا، خیلی زیباست. این گلم چقدر زیباست، این سبد. این پایینم ببینیم چی داره. صندلی رو نگاه کنیم. این سمت هم اینجا بگم خیلی مسافر میاد، یعنی مسافرایی که بخوام بیان این سمت بدونن اینجاست بلافاصله میان. به سوغات تمامی استان تقریبا هست. قلعه‌های بزرگ رو میبینید. اینجا هم کلا لیوان و ماگ داره. کلا لیوان و ماگ داره. آقا میخوام برم این نزدیکتر. آقا با اجازه. این چی؟ کنم باید چای باشه بالا. به 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 به. چقدر اینا زیبا، چقدر زیبا، چقدر زیبا. اینجا رو بذاریم من رو گوشی فوکوس کنم. آها خیلی حداقل ارزش یک بار اومدن به اینجا رو داره. این پایینم که میبینید پایینم که جا باشه. بریم این هم گلدون ها. بریم قسمت بعدی. غرفه بعدی اینجا کلن کیفه، کسی هم نیست تو غرفه، برقش هم خاموشه. بریم بعدی. اینجا هم که همونطور مشاهده میکنید این صورته. شیرینی های دستی رو ببینیم. شیرینی های دستی این چیه؟ قوطو پسته، شیرینی خوشمزه مقوی، قوطو خشخاش یا حسین، قوطو 40 گیا. ببینم اسمشو درست میکنم یا نه. به 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 چه سوهانی. داره توضیح میده. مثلا گردم داشته باشه. این سوهانش خیلی داخلش 150 فکر هر چقدر بخوام من بدیم. بفرمایید عزیز چقدر بکشم از این؟ خب اینجا ببین عاشق این گزان واقعا خوشمزه است، خیلی دوستشون دارم. حتما انتهای کلید میام خریداری میکنم ازش. اینجا هم از پاستیل های متنوع ماشاءالله همه نوع پاستیل و این نوشته دهکته پاستیل. آقا شما خداوندگار پاستیلی. خب اینجا بیایم ادویجات هندوستان. خونه خشک، گوش شیرین، چیزی هم گذاشته که هیچ دست نزنن. کار خوبی کرده. دانه حنا، گل محمدی، لیمو، تخم خشخاش یا کلا خشخاش بازن انگار. آقا هم که میبینید زیره چه خیلی همه چی داره. فلفل قرمز، فلفل سیاه، فلفل سفید، بعد زردچوبه اصل هندی. این هم از زردچوبه شدم. اینجا هم میکنید اینجا بنده خود صنایع دستی داره. استرالژی قدیمی. ببینیم چیکار میکنه. بفرمایید بریم از نزدیکتر. بنویسه پیوندتان مبارک. خیلی زیباست. یعنی ارزش داره کار این هنرمندا رو خریداری کنید. کار با دست زحمت کشیدن. خیلی خوبه. همیشه این
هم داره. اینجا هم که گل فروشیه و دوستم بالا بکنم خوشگیده. خانم از شما نمیگیرم، برام از گلا میگیرم. خب دوستان عزیز، ممنونم که با ما همراه بودید. حتما به اینجا سر بزنید. مجدد تاکید میکنم لایک و سابسکرایب یادتون نره. ما رو به دوستانتون معرفی کنید. من یعنی بهار عطف کار ماست، به تمامی نقاط میرم، یه جای خاصی میرم که امیدوارم که همیشه با ما همراه باشی. شما رو به خدا میسپارم. بدرود.